سلام به شما دانش آموزای عزیز کلاس سومیم. به دوره تحلیلی ریاضی سوم خوش اومدید. علی محمدزاده هستم، آموزگار ریاضی شما دانش آموزای عزیزم و با فصل یک، فصل الگوها در خدمت شما هستم. بچه‌ها همونطور که میدونید قرار است با حل سوالات ریاضی سوم رو به صورت تحلیلی یاد بگیریم. بریم سراغ سوالاتی که در این فصل قرار است حل بکنیم. بچه‌ها اولین سوال ما همونطور که می‌بینید مربوط است به الگویابی. درسنامه‌شو من قبلا توضیح دادم، روی سوالات بیشتر توضیح میدم. سوال یک گفته شکل بعدی هر کدوم از الگوهای زیر رو رسم کنید و تعدادش رو هم بنویسید. ببینید دانش آموزای عزیزم، من توی این قسمت باید مهمتر از همه تعداد رو بدونم و اینکه چند تا بیشتر شده یا کمتر شده. خب اولین شکل من در قسمت الف یک در واقع شکل بیشتر نداریم. دومیش میشمارم 1 2 3 4 4 تا شده. پس از 1 تا 4 ببینیم چند هستش. بعد از 1 میشه 2 3 4. چند تا اضافه شده؟ بله دقیقاً 3 تا. پس به اضافه 3 شده. شکل بعدی رو هم میشمارم 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا. چند تا اضافه شده؟ دوباره از 4 تا 7 رو میشمارم. بعد از 4 5 6 7. دوباره 3 تا اضافه شده. شکل بعدی رو هم میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینم 10 تاست. و بعد از اون من دوباره از 7 تا 10 رو میشمارم. دوباره بچه‌ها چند تاست؟ باریکلا به شما 3 تا. خب حالا بچه الگو رو نگاه بکنید. 3 تا اضافه شده برای در واقع هر مرحله الگوی ما. خب پس الان باید دوباره 3 تا به عدد 10 اضافه بشه و میگیم 11 12 و 13. پس باید 13 تا دایره بکشیم. حالا اینکه این دایره ها رو به چه شکلی بکشیم اینم خیلی مهمه. ببینید بچه‌ها، من در شکل اولم یک دایره دارم. این دایره در شکل دومم هست و اون 3 تایی که اضافه شده اومده پایین این شکل. در شکل دوم من 4 تا دایره دارم. میبینی اون 4 تا دایره همچنان هست. 3 تایی که اضافه شده دوباره اومده پایین همونا. شکل بعدی دوباره همون 7 تا رو دارم، یک ردیف 3 تایی اومده پایینش. مشخص بکنم نگاه کنید اون شکل بالایی هست، این 3 تا اضافه شده. پس من همین شکل رو باید تو قسمت بعدی بکشم و 3 تا به پایین اون اضافه کنم تا بشه 13 تا، تعدادش هم درست بشه. ببینید بچه‌ها کاملا نگاه بکنید. الان سعی می‌کنیم به همون شکل ما هم جواب بدیم. خب میگیم اول شکل قبلی رو میکشم، یه دایره بالا داشتیم، درسته؟ بعد از اون 3 تا دایره در کنار هم. حالا بچه اگه شکل رو نچسبیدش به هم دیگه شما سعی بکنید شکل رو دقیق تر بکشید دیگه. بعد از اون دوباره دایره هایی رو داریم به این شکل مجددا. خب الان این شدش 10 تای شکل قبلی. خب حالا شکل جدیدمون چجوری باید بسازیم؟ یک ردیف 3 تایی به زیر این شکل ها اضافه میشه. این 1، این 2، این 3. بشمارید ببینید چند تاست. بشمارید سریع. باریکلا 13 تاست. پس شکل رو به صورت درست ما رسم کردیم. بریم سراغ سوال بعدی ما. در سوال بعدی بچه‌ها اولین شکل من 3 تا مثلث داره. دومین شکل شده 4 تا. خب از 3 تا 4 رو بشماریم 3 بلافاصله بعدش 4، یه دونه فقط اضافه شده. 3 به اضافه 1 شده. بعد از اون شکل بعدی رو بشمارید 6 تا مثلث هستش. خب از 4 تا 6 5 6 2 تا عدد اضافه شده، 2 تا مثلث اضافه شده. بعد از اون رو شکل بعدی رو دوباره اگه من بشمارم 6 تا که این دسته 7 8 9 تاست. 9 تا بشمارید چند تا اضافه شده؟ 3 تا. خب الگو رو یه لحظه فاصله‌اش رو نگاه بکنید. اولی به اضافه 1، دومی به اضافه 2، سومی به اضافه 3. الان هم نوبت باریکلا به اضافه 4 است. پس من 4 تا مثلث باید به این اضافه بکنم که 9 به اضافه 4 هم میدونیم 10 11 12 و 13 تا مثلث خواهد بود. دقت بکنید هر 6 تا مثلث به صورت یک 6 ضلعی هم میتونید بکشید. یعنی نگاه کن الان این شکل سوم رو 6 تا رو به چه شکل کشیده، 2 تا به اون حالت میکشید، یه دونه مثلث فلکی. شکل رو رسم میکنم که ویدئومون طولانی نباشه. قسمت بعدی رنگامیزی هستش بچه‌ها. باید شکل ها رو بشماریم و تعدادش رو مشخص کنیم و الگومون رو ادامه بدیم. اما
این بمونه برای فیلم بعدی، محتوای بعدی. تا اون زمانی که این محتوا رو نگاه بکنیم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. فعلا خدا نگهدار.